میخوام اینجا رو چیز کنم، چند تا دایره بکشم و وای گرچون هایی بردم و چند تا مثلا خط بکشم برای پرش بچه ها اینا، ولی خب هیچ ایده الان ندارم که چی کار کنم. فقط میدونم دایره ها رو باید کجا بکشم. احتمالا باید 2 تا جا برای تمرین بذارم براشون که وقتی قبل اینکه کلاس بیان گرم کنیم. و ما همیشه خب چیز داریم، یه تونل میذارم که پاهاشون رو مثلا خیلی باز نکنن، طوری مثل اردک های چیز ندارن. و حالا برم ببینم چی میشه دیگه، میگم براتون ازم فیلم بگیرم. حالا بعد کلی فکر کردن میخوام که اینجا یه خط اینطوری صاف بکشم، اینور اینور مربع بشه که کلا زمینمون مشخص بشه دیگه، بچه‌ها توی حاشیه نرن، پرتاب اینور اونور نشن. خب من تا حالا با این اسپری کار نکردم، ببینیم اینجا رو بگیم چطوریه. نمیدونم چرا رنگ نمیده. لباسم رنگی نشه. تو نمیدونم این برای کل اینجا کافی هست یا نه. آره باید سریع‌تر برم که این تموم نشه. اینو باید کج بگیرم اینطوری صافم. اینجا رو بگیرم خوب شد. اینجا بچه‌ها که میخوان تازه شروع کنن به اسکیت و اصلا هیچی از اسکیت بلد نیستن میاریمشون اینجا، میگیم دستاتو بگیر به این میله ها، پاتو بیار بالا، 1 2 1 2، همین که بتونه پاش از زمین جدا کنه. این مرحله اولشه. حالا الان میخوام 2 تا جا بذارم برای جای پاهاش. خب این سر اینجا رو که میخوام کراس اوور بزنم براشون نوشتم کراس. حالا بعضیشون انگلیسی بلدن بعضیشون بلد نیستن، ولی خب معلومه که این کلاسه که این کراسه، یعنی باید کراس اوور بزنم. خب کراس اوور. اینجا هم که دیگه الان یه خط بزنیم تمام شد. بدبخت شد. باید بریم که اینجا بخریم بیاریم. اینجا فکر میکنم سلام خوبی؟ اینجا فکر میکنم برای کراس اوور خوب باشه اینطوری بگیریم. اینجا اگه بیاین اونجا بخوان کراس اوور بزنن به اینجا برسن چیز میشن، پرتاب بشن. اونجا براشون کم میشه جا. اینجا خوبه. خب اینجا هم برای کراس اوور. حالا مونده یه جایی که برای بچه‌ای که تازه اومدن اونجا رو بکشیم. خب یه فاصله باید بذاریم اونجا که شروع کردن. اونا رو بریم بگیریم بهتون نشون میدم. وقتی میخوام پاشون رو بلند کنم براشون چند تا شماره گذاشتم، 1 2 3 4 نوشتم تا 10 میخوام بنویسم. اون بالا هم که مربع و با مثلث و ضرب در پیدا کنه چیه خوره. پا رو میاری میذاری اینجا. خب 1 2 1 2 اینطوری. خب حالا 5 رو میخوام بنویسم. اگه
اینجا میخوام دایره بذارم. دایره دایره، مثلث، مربع و تو رو خدا یاری کن، زبدر. حالا بریم ادامه. میخوام مانع بذارم. وقتی اینا که یاد گرفتم میان اینجا، از این سمت از یک مانع میرم به یه مانع دیگه، داک واک راه میرم. مانع ها رو من برشون میکشیم. خب بچه ها، اولین کاری که باید انجام بدیم قبل اینکه بخوایم اسکیت هامون رو بپوشیم اینه که بخوایم گرم کنیم پاها و دست ها و جایی که توی اسکیت مورد استفاده قرار بگیره. حالا بریم ببینیم. خب امروز چون شنبه است و ما داریم برای مسابقه آماده میشیم، فقط بچه‌هایی که برای مسابقه میخوایم ببریم و اومدیم باشون تمرین کنیم. حالا یه نگاه کلی بهشون بندازیم. 1 2 3 4 5 6. چون من خواستم براتون ویدیو بگیرم، از خواهرم خواستم که کمکم کنه، بچه‌ها رو گرم کنه تا منم یه روزمو باهاتون با اشتراک بذارم. یه روزه به عنوان خانم مربی. بچه‌ها ببخشید اینجا خیلی گرمه و من بعضی اوقات اشتهای کلام از دستم پاره میشه. تو محیط اینجا رو بهتون نشون بدم که چقدر خوشگله، درختاش، کوهی که جلومه و آسمونی که ابرهای خیلی خوشگلی داره. حالا منتظرم یکی از شاگردام امیرحیدر برسه. اون واقعا هم عکسای قشنگی ازم میگیره، هم عکسای قشنگی از آسمون میگیره. برو بریم. نگاه کنین چقدر این درخت خوشگله همراه با آسمون کنارش. مثلا این درخت رو ببینید. این درخت رو ببینید چقدر خوشگله. یا این درخته. طاووس هم داریم. ببینید این منظره کوه رو میخوام بهتون نشون بدم. خب بچه ها، من مجبورم که یه جایی رو خودم ویدیو بگیرم. مثلا اینجا رو الان میخوام بهتون نشون بدم. تو اینجا تصویرش برعکس میفته. اینا رو کشیدم از اینجا شماره 1 تا اون آخر. خب حالا این منظره خیلی خوشگل رو می‌خوام بهتون نشون بدم. اینجا ما چیز هم داریم، طاووس. بچه خیلی علاقه به این پرا دارن، همیشه کلاسو که میپیچونن میان اینجا. خیلی این درختای خوشگلیه. حالا الان اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. سلام. چرا همتون یه شکلین ولی تو فرق داری؟ اینجا راه بریم میبینیم. خب بچه‌ها، به امید پیروزی انشالله که هممون مدال بیاریم، قهرمان بشیم، برنده بشیم. خب نگاه کنین، مورچه ریز همتون بلدین. آره از علی بگی ببین چجوریه. علی نشون بده بهتون. مورچه ریز آماده؟ سوت زدن تا اینجا خودتون رو میرسونین. خب مورچه ریز شما یه ذره بیا کنار دوسته، بیشتر فاصله کم. آماده؟ بدو مورچه ریز کوچولتر. آفرین. حالا مورچه ریز رو به بغل. آماده؟ همه اونور رو ببینن. آماده؟ آفرین یسنا. کوچولتر علی. خب حالا میخوایم تعادل کار کنیم. برای تعادل پای سمت راست بیار بالا. پای سمت راست رو من نشون بده. پای سمت راست. پای سمت راست. او پای چپه. یسنا. پای سمت راست رو بیار بالا. پای سمت
راست رو بیار بالا علی. آفرین. بچه‌ها همینطور که می‌بینین بعضی از بچه‌ها پای سمت راست در چپشون هم حتی نمیتونن تشخیص بدن و آموزش دادن به این بچه‌ها واقعا باید با زبانی باشه که براشون راحت باشه. مثلا من نمیتونم بهشون بگم شما بیا داک واک راه برو یا مثلا پاتو هفتی بذار، چون اصلا هفت نمیدونه چیه. ما در نتیجه باید بگیم مثلا این پاتو میره بازار، اینم میره بازار، این پای قهر میکنه، این پای آشتی میکنه. مثلا دو تا پا با هم داداشن، سنشون کمه، نباید خیلی کلمات قول و مثال براشون استفاده کرد. و واقعا چیزی که اینجا مهمه برای آموزش به بچه‌ها صبر داشتنه. یکی صبر داشتن و یکی آموزش به زبان خود بچه‌ها. اوکی همراه باشین. خب حالا پای سمت راست رو بذار پایین، پای سمت چپ رو بیار بالا. ساکت ساکت، اصلا حرف نزن. محکم. قولت میدم پاتو نذار زمین. پا بیار بالاتر. آره؟ صورتت چی شده؟ خب من که هنوز هول ندادم. آماده؟ آماده؟ آفرین، خیلی محکمی. خب به نظرتون چه حرکتی مونده انجام ندادیم؟ بازو بسته؟ اوکی بازو بسته. تا جایی که من وایستادم بازو بسته میزنی میای. خب بیا تا همینجا. باز بسته باز بسته باز بسته. آفرین. حالا با سوت من ظرف مدت 3 دقیقه اسکیتاتو، لوازم ایمنی و کلاهو میپوشی میای. بدو. لوازم ایمنی یادت نره. قبل اینکه اسکیت بپوشیم حتما باید لوازم ایمنی بپوشیم. چرا؟ آفرین، به خاطر اینکه چیزی مون نشه و اینکه بچه‌ها هنوز نخاشون شکل نگرفته، خدای نکرده به نخا آسیب وارد شه دیگه ضربه غیر قابل جبرانه. خب لوازم ایمنی بهتون نشون بدم. ذره بیاین جلوتر. خب ما اینجا 3 تا، یه لحظه صبر کن نمی‌پیدا. ما 3 تا لوازم ایمنی متفاوت داریم: زانوبند، آرنج بند و مچ بند. خب اولین حرکت که باید بزنیم زانوبنده. نگاه کنید زانوبندش رو قشنگ داره پاش میکنه. خب زانوبند این کشککش بزرگتره، از اینجا میفهمیم که این زانوبنده. این آرنج بنده همیشه کوچیک‌تره، باید برای آرنج استفاده بشه. خب خب بعد زانوبند آرنج بند رو بستیم، بعدش هم مچ بند رو میبندیم. مچ بند چطوریه؟ یه ذره بیا جلوتر. مچ بند اینطوریه که این قسمت، حالا این مچ بندش خراب شده، اون یکی هم خراب شده. آره اینجا باید کف دست باشه. اینجا یه دور میدی، 1 2. این طریقه بستن صحیح مچ بنده. خب ببندش. بچه ها قبل اینکه اسکیتمون رو تموم کنیم حتما باید کلاهمون رو سرمون باشه بعد اسکیت. چرا؟ چون بچه ها یهو هول میشن وقتی که دیگه لوازم ایمنی رو بستن سریع. من که اصلا میگم اولین حرکت قبل زانوبند و حالا هر چیزی باید کلاه بذاریم. چرا؟ چون بچه ها هول میشن وقتی اسکیتشون رو پوشیدن سریع میرن توی زمین و خدایی نکرده اگر زمین بخورن ممکنه که به سرشون آسیب وارد شه. خب بچه ها اینا بعضیاشون اصلا کلاس اوور نمیزنن، میخوام چند تاشون دعوا کنم. مگه نمیگم که
خشن نیستم و اینا رو باید باشون سخت برخورد کرد. الان علی میاد ببینیم چیکار داره. بیا علی ببینم چیکار داری. بیا فقط کارهایی که علی داره. دیگه نمیتونه بری؟ چرا؟ سرمان قلبش بوش بدم ببینم. اوه ضربان قلبش خیلی تون میزنه. میبریم ریکاوری بشیم. ببین ضربان قلبت اگه تون بزنه نخوای مسابقه بدی الان باید اسکیتو در بری. آره؟ اینجا مثلا اونجا میتونی اینجا نمیتونی. آره چون اونجا هم الان اگه بخوای بری آب بخوری باید اسکیتاتو در بیاری آب بخوری بری خونه. کدومش؟ میخوای تمرین کنی یا آب بخوری بری خونه؟ تمرین. من نگفتی ضربان قلبم بالاه دیگه نمیتونم. برو. بله باشه. یه مجروح دیگه داریم. بیا اینجا. زمین خوردی؟ کجا درد گرفت؟ اینجا. آخ هیچی نشد. اینو ببینم. کجا درد گرفت بسرم؟ خیلی درد میکنم. در حال دیگه نمیتونی تمرین کنی. الان داری بشینی؟ خب برو تمرین. هر جاشون درد بگیره هر بره